شيخ بتفصيل بيان كنونيت يعني أي اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. يعني طاعة الله سبحانه وتعالى يعني حكم كوني مشاد وحكم شرعي مشاد. حكم كوني معروف يعني بمر شدان زلزلة مردان يعني، والشرعي يعني أمر هويك الله سبحانه وتعالى أمر ميكونات. نعم نعم الشرعي يعني چی گفت يعني شيخ جان اوامر و نواهی. سنه اوامر مثل چی؟ قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم میگوید که همون چیزی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك يعني چیزی که تو به نازل شده همین چیزه رسون. يعني همین رسوندن به حالت هیئت رسوندن رسول صلی الله علیه و سلم باید چی صبر کنه. وكذلك امر الله تعالى ادعو الى سبيل ربك يعني راه دعوتان چی باید که چیکار کند يعني صبر کند. فانه نعم. اما مثلا چی نواهی از نهی ها ولا تكونن من المشركين لئن اشركت ليحبطن عملك يعني چی از شرک خود داشتن از گناه خود داشتن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مثل امین خیل مثلا چی از همین ها کردن. و اما سیوم قسم احکام قدری به يعني قد حصل عليه اذى من قومه يعني رسول صلی الله علیه و سلم چی يعني قضای قدر به شدگی چی قضای قدرنده قضای قدر يعني الله سبحانه و تعالی چی قدر رسول الله صلی الله يعني چی قضای قدرنده رسول قوم قریشی ها رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی قدر چی کرد يعني اذیت داد اذیت میداد ضررها میرساند یعنی چی با قول اذیت دادن با سخریه مسخره استهزاء مثلا با تهجین و تنفیر الناس عنه یعنی چی میگفتن مجنون میگفتن ساحر میگفتن کذاب میگفتن شاعر میگفتن تنفیر الناس عنه آدم های چیکار میکنندن یعنی از رسول صلی الله علیه و سلم میگریزوندن و این چنین با چی با فعل ها ضرر رساندن. یعنی چی خیلی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم تحت کعبه بعد يعني سبحان الله تحت نزد کعبه مقدس ترین جای عظیم میگه حتی اینجا به چه مشرک ها حتی کافر بیاید کافر چیکار میکردن یعنی احترام میکردن نبیذ یعنی یک شراب زمزم داده و هیچ میکردن یعنی مهمانداری کار اکرام میکردن زیرا که چی و تحت حمایه رب العالمین انده. و رسول صلی الله علیه و سلم نزد کعبه اند سجده رب العالمین به سجده کاری غلطند چیکار میکند یعنی اومده چی بیاورن یعنی همین یعنی شکمبه میگویم همین شطوره چیکار کردن بالای رسول صلی الله علیه و سلم اومده انداختن اعوذ بالله. این مثلا اذیت رسول صلی الله علیه و سلم هم میمونه چی میکند یعنی اذیت لیس هناك ابلغ من هذه اذیت یعنی جایی که مثلا آدم احترام و اکرام کرده شود در حالت سجدن بیای بالای وای چی مونه یعنی همین خیلی نجاستای پرتوی مثلا یعنی اذیت و ضرر رسونه یعنی میگه کانو یاتون بالعذره یعنی همین اخلاطای مثلا چیزای افلاسی والانتان والاخضار یضعونه عند عتبه بابه نزد چی یعنی استونه دری خونش به چی آوردن چیزای میموندن. هم منبع علیه الصلاه و السلام چی صبر میکرد. و كذلك خرج الى اهل طائف یعنی این حدیث صحیحین اند وقتی که عایشه رضی الله عنها میپرسد که یا رسول الله تو بیان از روز احد اند شدگیم روز احد اند یعنی چی شد علیه الصلاه و السلام یعنی دندون هاش شکستن پیشونش جراحت دار کردن سرش جراحت دار کردن 70 صحابی کشته شد یعنی یک مصیبت یعنی. از همین هم سخت‌ترین یگون مثلا مصیبت سری تو به اومد گفتگین در رسول صلی الله علیه و که ها میگود یعنی این چی آیین هم سخت‌ترین میگود. من وقتی که روز عقبه یعنی وقتی که طایف برفتم سردار طایف که بود یعنی ابن عبدیالیل ابن عبدکلال ابن عبدیالیل ابن عبدکلال رفته چیکار کردم میگود خودم عرض کردم یعنی دعوت عرض پیشنهاد کردم دعوت قبول نکرد. جایی که قبول کرده تعلیم گرفتم چیکار قبول نکرد. دویمش قبول نکردن اکتفا نکرد. رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کرد یعنی برابر راند. سومش چیکار کرد یعنی تمام سفهای همین اطفال و سیبیان چیکار کرد کوچه های طایف به جمع کرده چی به سنگ و به پای افسار هاشون چی علیه الصلاه و السلام همین خیر زدن که
حتی میگو چی شد یعنی آتش رفت. حتی که چی شد یعنی خودم با اومدم گجابه گجاب خودم اومدم قرن ثعالب. قرن ثعالب امروز از ریاض اومده اهل یعنی میقات اهل نجد. حتی از ریاض از نجد اومده استیت یعنی از نجد اگر بیاد به طریق چی میبید؟ به طریق طایف میبید. از عراق بیاید از نجد بیاید اگر به گجاب به طایف میبید مکه به همینجا طایف به وقتی که میبید حاضر چی میگو طریق سیل میگو نه همین جنده چی یعنی قرن چی یعنی علمیجا یعنی منازل میگن علمیجا ثعالب همینجا آدم میقات شده علمی جنده چی همینجا دونه کوه های جنده همین جنده وقتی که چی شدم میگفت خودم با اومدم بینم که جبرائیل علیه السلام اومده چی گفت الله تعالی تو به چی ملک جبال فرستانید یعنی فرشته کوه باید اگر طایف میندید که بین چنده یعنی بین دو کوه هنده اگر تو حاضر خواهی چی میکرد یعنی هم دو کوه چی میکرد بالای طایف به چپه میکرد. رسول صلی الله علیه و گفت که نگفت خونهای روش ششته میگه که نمیگه اگر از اینها امید نباشد شاید که مثلا از اصلا باشون یعنی از قبرهای اینها آدم ها میبرد که چی یعبدون الله وحده یکون الله تعالی چی میکند عبادت میکند چون چی یعنی روایت احمد انده چی میگه یعنی میگه که رسول صلی الله علیه و میگه اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. سه چیز یکمش رسول صلی الله علیه و وی عفو کرد دویمش برای وی ها چی استغفار طلبید سیمش برای وی ها چی عذر طلبید که وی ها چی معذور هستند هم معذور هستند همین قدر یعنی سخت‌ترین اذیتی که رساندن با به همین چی میکند علیه السلام هم صبر میکند وی ها به چی عذر میکند یعنی عذر چی یعنی تصور کنید گجا اینهایی و گجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وادی وی ها چی تماما چی بیانه تماما دیگر وادی بیانه کیا جین اون خداشون اومدن گفتن که بعد از این تون جین ها خداشون اومده چی با مجرد قرآن شوندن خداشون شنیده قومشون با مبلغ شده رفتن یعنی خداشون قومشون چی مبلغ شده رفتن یعنی